پشت کاغذ دیواریمون نیاز به یه دونه قلتک و یا قلم مو داریم که بتونیم پشت کاغذ دیواریمون رو به چسب آغشته بکنیم. قلتکمون رو با چسب پر میکنیم، بعد میایم پشت کاغذ دیواریمون رو چسب کاری میکنیم. همه سطح پشت کاغذ دیواری باید چسب بشه، مخصوصا لبه های کاغذ دیواری رو باید با چسب آغشته بکنیم. موقع چسب زدن کاغذ دیواری رسید. به وسیله قلتک یا قلم مویی ما کاغذ دیواریمون رو پشت کاغذ دیواریمون رو چسب خواهیم زد تا آماده بشه برای نصب. قلممون رو داخل چسب آغشته میکنیم و شروع میکنیم به چسب زدن پشت کاغذ دیواری. با یک قلتکی که آغشته کردیم حدود 20 الی 30 سانتی متر رو چسب میزنیم. دوباره همین کار رو تکرار میکنیم و 20 سانتی متر 30 سانتی متر بعدی. لبه های کاغذ دیواری از اهمیت خاصی برخوردار هستند. اگر لبه هامون چسب نباشه دستگیریمون با مشکل مواجه خواهد شد و نخواهیم تونست دستگیریمون رو به راحتی انجام بدیم. خب الان چسب پشت کاغذ دیوارم تمام شده. از اون سمتی که میخوایم بالا بزنیم اون سمت رو برمیداریم یک کمی بزرگتر رو هم میندازیم. لبه های کاغذ دیوار باید رو هم دیگه بچسبه که بتونه چسب رو قشنگ به خودش جذب کنه و به راحتی درزگیری بشه. فاصله 2-3 سانتی متر میمونه. بعد از اون فاصله که مونده کاغذ دیواری رو تا میکنیم تا چسب کاغذ دیواری به بدنه کاغذ دیواری نچسبه. حالا کاغذمون آماده هستش که نصب دیوار بشه. خب حالا کاغذ دیوار میخوایم نصب بکنیم. این دیوارمون که کاشی هستش و روی دیوارمون به صورت رنگ روغنی هستش رو 2 بار قبلا ما با چسب همین چسب زدیم. الان هم دوباره روی دیوار چسب میزنیم، به صورت کامل دوباره چسب میزنیم. این میشه 3مین بار. و بغل دیوارمون رو با چسب چوب به صورت انگشتی آغشته میکنیم. بالا و پایین کاغذ دیواری رو که بعداً از این سمت ما بلند شدگی نداشته باشیم. کاغذ دیواری رو باز میکنیم. از اون سمتی که بیشتر تا کردیم سمت بالاست، یعنی بالا باید نصب بشه. اون سمتی که کم تا کردیم سمت پایین هستش. کاغذ دیواری رو باز میکنیم و
خط اول کاغذ دیواری رو حالا ما زیاد انجام دادیم با چشم، ولی شما دوستانی که زیاد انجام ندادین به وسیله تراز دستی میتونید این رو ترازیش رو انجام بدید. Ahmet olmazsa ne kadar sadık olur. روی سطح کارمون میچسبونیم. باید خط کاغذ دیواریمون صاف و عمود باشه. کاغذ دیواریم رو از بالا برش میدیم. دوباره با کارتش صافش میکنیم. نگران بعضی از چسبایی که موندن، حباب‌هایی که موندن نباشیم. روی رنگ روغنی و کاشی طبیعی هستش که چسب و حباب بمونه. اینم به خاطر همین هستش که این سهم چسب کاغذ دیواری اینجاست. ما میتونیم این رو از دیوار بکشیم بیرون، مشاهده میکنید که چسبش اومد بیرون، ولی این سهمش اینجا کاغذ دیواریمون مقاومتش کمتر میشه. خب 3 تا پریز و 2 شاخه‌ای که بودن جاشون رو در میاریم. دوباره سطح کاغذ دیواریمون رو با کارتک میکشیم تا صاف بشه. خب الان پایینش هم باز میکنیم و خب اضافه های کاغذ دیواریمون رو از روی لبه پریزا جدا میکنیم.